خودشم پشیمونه. تو ماهواره نصب میکنی؟ من آرزو بله ماما. اون طرف تو عروسی دیدی همون که شعر زده بود نگو والیبال. هی یادش بخیر چقدر بی آر بودیم، یه لاستیک میگرفتیم تو خیابون، هی لاستیک بدو هی ما بدو. ما لباس سبزم زردم یه سری لباسام نیستش کن. 1 2 3 طرف جلف من yazıp میشه بهم ترکی یاد بدی؟ الان این کلمه‌ای که پایین گذاشتم تو باید 7 ماه بری گفتار درمانی تا به خدا قسم تو ایران انقدر که ناخونکار است. آرمین اوه بیا بسر بیا گوشم داره من میکشه داره بابا داری چی میکنی او؟ هیچی نمک گفتم بری تو کراتین بری باشگاه خوبه میگن. سلام به دوستای گلم، چطورین؟ خوبین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدید. سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه براتون، پر از خیر و برکت باشه، جیبای همتون پر پول باشه، دل همگیتون هم شاد باشه. بریم که سریع به ویدیوی امروز نگاه کنیم. لباس سبزم زردم یه سری لباسام نیستش کلا. مامان اونا کهنه شده بود، همه رو انداختم رفت. کهنه نشده بود. چرا بابا اونا کهنه بود؟ عیده باید لباس نو بپوشی تا آخر سال دیگه لباسات نو باشه. چی داره مادرم؟ خداحافظ. امیرسا خاک تو سرت، اینا رو چرا پوشیدی داری میری بیرون؟ با خودت گفتی لباس کهنه نبود لباس نو. بابا اینا لباسای عیدت واسه عیدت گرفتم. من چه گویی بخورم؟ کهنه‌ها گریختی دور لباس نو من نمیتونم بپوشم. من چه گویی خوردم مامان یه سر آجیل میاری بخوری؟ مامان اونا واسه عیده. مامان کجا قایم کردی؟ یه کوچولو بخورم. من اونا رو به تو نمیدم، واسه عیده. امیرسا آجیلا رو از کجا پیدا کردی؟ من میتونی زمین رو کردم اونجا گذاشته بودیم. مامان مگه تریاک داری جاستاس میکنی؟ آجیل چه قایم میکنی؟ امیرسا سال داره تحویل میشه مامان، کثیفی، پاشو برو هموم. اگه کثیف بمونی تا سال دیگه کثیف میشی ها. همه به من میگن چرا اینقدر داد میزنی؟ چرا اینقدر فریاد میزنی؟ آخه این مادر ایرانی ببین با این خرافاتش. واقعا مامانه چرا انقدر خرافاتو باور میکنه من نمیدونم. الان چه ربطی داره؟ لباساشو که ریختی دور نمیذاری لباس جدیدارم که بپوشه. خب چیکار کنه؟ بیرون نره؟ تو خونه هم که نشستی بهش آجیل نمیدی. 10 متر زیر زمین خاکش کردی بخوای. میگه برو دوش بگیر کثیفی. چه ربطی داره؟ خواهش میکنم مادرای عزیزم یکم بروز بشید. خیلی چیو؟ خدا مغزم گرفت. داری گریه میکنی که؟ اصلا ببین زمین تا آسمون. چی؟ خودم خیلی زشت بود. اصلا خودم تو آینه نگاه نمی‌کردم. آبجی الان این قشنگ شد. الان واسه این داری گریه میکنی؟ نمیخوام ته دلتو خالی کنم ولی به نظرم ابروهای خودت خیلی بهتر بود. این چرا اینقدر فاصله هاش زیادیه؟ آبجی یه چند تا مدل نگاه میکردی بعد میرفتی انجام میدادی. به خدا اینم قشنگ نیست. فردا پس فردا میشینی میای واسه اینم گریه میکنی. به خدا قسم تو ایران انقدر که ناخونکار است دست نیست، انقدر که مژه‌کار است چشم نیست، انقدری که کراتینکار است کله نیست. برادر من هست. وار سنبیل میسن هست. هم ناخون هست، هم موژه هست، هم کله هست. میدونی چرا؟ چون همه اینایی که میرن انجام میدن یه ماه بعد باید برن تمدید کنن. چون هست دیگه. خب که میرن. الله اکبر الله. الو الفاتحه مع الصلوات. دوستان عزیزی که ما را در این مراسم یاری نمودن. یاناش دیگه مرگ تو با دست خودت امضا کردی. آخه این چه زنگ خوریه گذاشتی؟ اونم توی ماه رمضون دم افطار. ببین اون کیه که به تو این موقع زنگ زده واقعا؟ آرمین اوه بیا بسر بیا گوشم داره من میکشه داره میترکه. بایستا ببینم. ای بابا تو شیاف واسه چی گوشی تو گوشه؟ من شیافت با سمک اشتباه گذاشتم. یا سمکو کجا گذاشتی پس؟ چی؟ سمکو کجا گذاشتی؟ نمیشنوم بلندتر ای صحبت ببینت کن. برگرد.
بابا سمک کجا عمو جان چرا همچین اشتباهی کردی؟ الان این به بعد میخواد صدات کنم و بیان دم کونت صدا بزن بابا. الان دیگه راه ارتباطیشون با تو دم باستان توه دیگه، راه برگشتم نداره فکر کنم. بابا نصب میکنی؟ من به ایشون گفتم اصلا اشتباه شده. حالا معلوم میشه شوهرت نصب میکنه؟ من اصلا شوهر ندارم. تنها زندگی میکنی؟ میدونی چه، من دانشجو هستم. توی این محل ما سری از این همسایه ها واسه من مزاحمت ایجاد میکنن و گیر دادن. البته من محلشون نذاشتم ولی فکر میکنم که اونا سوکسه اومدن برای من. باریکلا چی؟ باریکلا که محلشون نمیذاره دیگه. دادن زده؟ قربان بهش بگو زیاد حرف میزنه. من زیاد حرف میزنم قربان. قربان خودش فهمیده. به نظر من این خانم اصلا گناهی نداره، خاطر که طبق تجسسی که ما، یعنی من تنهایی رفتم خونه‌شون گشتم. چی؟ رفتی خونش با اجازه کی؟ قربان بعد چجوری من میرفتم تجسس میگم اگه تو نمیرفتم خودش بگو. معلوم میشه. ببرش پیش جناب سرهنگ خادم. قربان جسارتا دیگه چرا ببریم وقتی جناب سرهنگو بگیم ما که مدرکی میگم ببرش پیش جناب سرهنگ. خب اصلا ایشون نگاه کن با این برارویی که دارن تو خونه‌شون ما. قربان میگم ببرش پیش جناب سرهنگ خادم. بعدم بیایم میخوایم بریم بیرون چرا؟ بله بیرون. اینا سربازای باهوشی هم ماشاءالله، به عقلشون میشه 1000 امتیاز داد. الانم نفهمیدیم بالاخره دختر ماهواره نصب کرد یا نکرد. چرا قشنگ توضیح نمیدید اصلا؟ معلوم نه اصلا اسم این فیلم چیه؟ بگید برم بشینم نگاه کنم بعد بیام بهتون بگم نتیجه چی شد. میخوای با هم یه پانتومیم متفاوت بازی کنیم. بنده باریکلا آفرین. بنده اولی بود. بنده نوازی. آره بنده نوازی خالی. بنده نوازی من چجوری نشون بدم؟ بدنم یخ شد. خودشم پشیمونه. آقا رضا گوش کن، میرفتی سر حامد و ناز میکردی میشد بنده نوازی کردن. خیلی آسونه. میرفتی قشنگ سر حامد ناز میکردی میگفتی خب بنده نوازی این چیه؟ کردن دیگه. چرا بقیه رو منحرف میکنی خب؟ طرف gəlib mənə yazıb mişə bəhim torki yad bedi. Axı mən sənə nə cür deyim yapışmamışmışlar, yəni nə təsbide budənd. Üşümüşlər, yəni sərdəşün şodə bud. Axı hələ sən bunu deyə də bilsən, deyəndən sonra başer yandırıbsan. Deş mənisinə məğzun keşəşi qutarıbdı ki, bunun mənisini deyə biləsən. Sən üşümüşləri deyə bilsən, mənisini heç tapanməsən. Çünki məğzun yanıbdı sənin. Başer yandırıbsan, nimsuz elədin bədəni. Yapışmamışmışlar. Nə təsbidə budənd. Üşümüşlər. Sərdəşün şodə bud. برادر من از اول از کلمات ساده در شروع میکردی بعد میرسیدی به اینا. من خودم ترکم ولی یاپışmamışlar رو نمیتونم بگم. میگم یاپışmak کرده بودن. üşümüşler. یاپışmak کرد. یاپışmak شد. خیلی دیگه واضح لازم نیست توضیح بدی. از این کلمات کوچیکتر شروع میکردی میدیدی عقلش میکشه. اگه کشید میرسیدی به این مراحل. دروغ میگم؟ خب عزیزای دلم اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم چنل منو ساب کنین. اگه هنوز ساب نکردین یه هول ریزی بدید تو این عید منم خوشحال بشم. خب چی میشه مگه؟ والا به خدا لایک و کامنت و زنگولم یادتون نره. دم شما هم گرم. سلام خوبیم ببخشید من واسه آقام قیمه گذاشتم برم آبش زیاد کنم در نگیره. سلام خریدی واسم؟ آره بگی. وا چرا پرت میکنی؟ این چه کاری آخه؟ اینو باید خودت بری بخری. حالا خوبه یه کاری واسه ما کردی. یه کاری واسط کردم؟ من با تمام زنای همسایه سلام علیک کردم. من فردا چجوری با این چش بشم آبر اون رفت. گرفتی؟ آره بگی. گرفتی؟ آره بگی. اون مرد سومیه مرد زندگیه. اون مرد سومیه با روی خوش داد. دیدید؟ اون دوتا عصبانی شدن. البته حقم دارم. من خودم بعضی وقتا روم نمیشه برم بگیرم. جا نیفتاده میدونی؟ اینجور چیزا جا نیفتاده برای همون. هنو خیلی مونده جا بیفته. نگو والیبال.
بگو پرواز توپی از دور برای فرود در زمین دشمن. تو چرا نمیمیری؟ چرا ساکت نمیشی؟ آخه IQ من بیام تا اون جمله‌ای که تو گفتی و بگم توپ خورد زمین امتیاز شد مال اونا. تو پاسخگویی آیا؟ نه جواب بده دیگه. خود تو پاسخگویی؟ والیبال راحت. یکی نه برق بکشه لطفا. آرزو بله مامان همون که شعر زده بود لیزر همیشه عملی بود. علی حسین تو هم دیدی؟ کیو؟ همون دختری که شعر زده بود عملی بود دیگه. من از عروسی اومده بودم با شما. بله مامان. اونی که میدونی خب فهمیدی معتاد شده تازه 2 تا هم زن داره. چیو دارید میگید؟ چرا من نمیدونم؟ چرا من نمیدونم؟ عباس وای شوهرم 2 تا زن داره معتادم هست؟ ماما عمه دیدی اسم ما رو خورده 10 وجه طلا میده. آره دیگه دیدی که اسم شماها رو خورده اون اندازه کی ماما دایی هم خورده اسم. خورده که خورده به تو چه ربطی داره؟ میشه جونش که خورد. مادرها رو برادراشو تعصبین. مواظب باشید به برادراشو چیزی نگید. عمه رو که بیچاره رو با خاک یکی کردید خوشخوشانتون بود. یه دونه سیلی خوابوندی. مادراد نمونه ایرانی. عزیز دوستموز دیازه حالا به خودت انقدر فشار نیار. مردم این همه زبان سخت یاد میگیرن نمیتونن ترکی یاد بگیرن. نه الان این کلمه که پایین گذاشتم تو باید 7 ماه بری گفتار درمانی تا بتونی این کلمه رو تلفظ کنی. ولی ما ترک ها به راحتی میگیم. گارپوز سانزلاندرانlardan imiş. هندونه از اون میوه هایی بود که شکم رو به درد می آورد. تو بخوای اینو یاد بگیری تلفظ کنی 7 ماه گفتار درمانی لازم داری که 1000 تا از این کلمه ها داریم. بخوای همش رو یاد بگیری فسیل شدی رفتی عزیز منی. من در کامنت گذاشتن کمی دقت کنید. راست میگه خب اینو فقط ترکا میفهمن. قارپوز باعث دل درد میشه. قارپوز چیه؟ حالا هندونه. من بهتون گفته بودم اگه میخوای زبان ترکی یاد بگیری یا اصالت هم باید ترک باشی که همین میشه، یا زبان مادری ترک باشه که 24 ساعت تمام فقط با مادر ترکی صحبت بکنی. اونجوری یاد میگیری. باور کن. درسته. خب الان که چی مثلا؟ الان جام بهترین گوزنده سالو میدم به یکی از شما. باشه جام بهترین گوزنده سال مال اونی که گوزید. اون شلوار پلنگی هم که جام برترین پلنگ ایران. خب الان چی شد؟ الان چه افتخار بزرگی نصیب شما شد که ما خبر نداریم. الان هدف از این ویدیو چی بود؟ که کی گوزوه؟ هی یادش بخیر چقدر بی آر بودیم یه لاستیک میگرفتیم تو خیابون هی لاستیک بدو هی ما بدو. ناموسن قدیما یه فیلم میداد به نام لینچان. شب میدیدیم روز با یه شمشیر پلاستیکی میافتادیم به جون بچه‌ها. راستی این قارقاری رو یادتونه تو امروز عبدالله چقدر کتک می‌خوردیم تا مامان واسه ما بخرن. به بچه‌هام نمیدادیم. کاری ندارم توی تیله بازی چند تا تیله رفیقا رو میگرفتیم تگ میزدیم. این نشونهایی که ما میگرفتیم تو تیله بازی تک تیرانداز لب مرز هم نمیتونست بگیره. باز سر این کارت بازی کف دستمون رو فلیک میزدیم که بیشتر بچسبه به دستمون تا برنده بشیم. یادش بخیر. ناموسن باز فکر بد نکنین ها. تو خشتکش دنبال یه نوستالژی عالیه. بیا از این آتاریا یادتونه برامون می‌خریدن می‌آوردیم سر کوچه با بچه‌ها پوز میدادیم به هیچ کس هم نمیدادیم. هی یادش بخیر مادر میرفتن پهنکلا واسه دختراشون 3 تا کامل ظرف می‌خریدن. دخترها تو خونه خاله بازی می‌کردن فاز مادر بودن می‌گرفتن. آخ برامون یه ماشین شنکش می‌گرفتن ما فاز معدن‌دارا رو می‌گرفتیم. جوری که ما شن جابجا می‌کردیم ماشین شنکش و لودر جابجا نمی‌کرد. آخ از این بلبلک‌ها یادتونه می‌خریدن واسه ما همسایه‌ها هم که فاش صدهای قرار. آقا این بازی استاپ هوایی یادتونه زمانی که استاپ میدادن ما 2 متر جلوتر وای میستادیم. آخ لیلی یا لیپکا رو یادتونه که جرزنی همیشه 100 تا قرار. بعدش هم انقدری که چشم بچه‌ها تیز بود خود وی ای آر هم نمیتونست اینجوری خطای بچه‌ها رو بگیره. نگاه کن تو رو قرآن واقعا چه دورانی بود. واقعا یادش بخیر. وای لیلی خیلی خوب بود. من اول بودم تو لیلی هم خیلی خوب بود والا. چه دورانی بود. ای کاش الان هم اونجوری بود. همه چیز ساده قشنگ. اینقدر همه چیز عوض نمیشد والا. خیلی اون دوران همه چی قشنگ بود. قبول دارید دیگه؟
نام اولت کیه؟ بیچاره فقط خمیازه کشید اونم نصفه حالا خوبه رفت بهش نرفت جهنم ولی عجب ماشینی بود مال خارجی ها. واقعا اینجوریه ماشیناشون خوش به حالشون دیگه همه چیو که بردن تو ماشینم بردن بابا داری چه میکنی او؟ این هیچی نمک گفتم بریز تو کراتین بری باشگاه خوبه میگن از آن سوخ بابا نمک با خدا نمیدونم کجاست نمک یه ذره از این نمک به من بده خو. نه این نمک نه نریز نخور یا 7 میلیون نمک اینقدر حرفه شدین که تو آشپزخونه جلو بابا این نفهمیدون چیه؟ واقعا؟ بابا و فکر کنم باید بفهمن الان با همه میدونن دیگه مشخص بود چیه من نمیدونم چرا بابات نفهمید تازه تو غذام ریخت سریع باباتو ببر بیمارستان والا به خدا دارم جدی میگم عزیزای دلم ویدیوی امروزم تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید اگه از ویدیوی خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بهم بگید اگه نظری انتقادی پیشنهادی داشتین حتما بهم بگید اگه چنل منو هم هنوز ساب نکردید ممنون میشم چنلمو ساب بکنید تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم مراقب خودتون باشید خدافظ